سلام بچه ها، جان جانان، جون دل. بچه ها، اگه من و شما یاد مرگ باشیم، دین تو زندگیمون همیشه هست، نماز هست، عبادت هست. ولی اگه یاد مرگ نباشه عقب میمونیم. پس همیشه یادتون باشه مرگ یادمون باشه که یه روزی من و شما میمیریم. باید اولین منزل رو آسان کنیم. اولین منزل قبر است. اگر اولین منزلمان آسان نباشد هیچ چیزی آسان نمی شود. پس ای مؤمنان عزیز، ای مسلمانان عزیز، اولین منزل رو باید آسان کنیم. از خدا همیشه درخواست طلب بخشش کنیم. خدا نگهدار عزیزان.